درود بر دوستان عزیز و گرامی ما از هر جایی که ما را میبینن. امان کیوان هستم در خدمت شما طبق همیشگی هفته یک بار. امیدوار هستم که امروز هم یک برنامه کوتاه خوبی را خدمت شما تقدیم کرده باشم. ما در 329مین برنامه خود قرار داریم، یعنی برنامه 329 خود خدمت شما روان میکنیم. و این برنامه را ما شما میدانید که از ابتدا ما از مسائل سیاسی نظامی منطقه و جهان یک مرور گذرایی می داشته باشیم و بعد از او باز میریم در باز کردن قرآن که به شکل ما این را بطوری که رواج است به شکل ختم قرآن شروع کردیم، یعنی میمانا که از فلان شروع کردیم تا قل اعوذ برب الناس ما میرسانیم که چیزی نمانه. ولی ما این قرارداد کردم با شما، حرف زدم که اگر مسائل تکراری باشه پیش شما واضح باشه دیگه سر از اون نیست. مثلا مرده را بشوی باز ببر دفن کو، هر کس میدانه نماز بخوان پیشینه رقم، یا فرض کنیم مسائل عادیه که روزمره مسلمان های عزیز به او سر و کار داره و شما هم، ولی مسائل مهمی که باز نشده و مورد انتقاد بنده هست که او مسائل سر قرآن ما نقد داریم که این قرآن به این شکل چطور نازل شد که گویا و حالا چرا این را بدون عیب و بدون کجی میدانن که هزارها عیب وجود داره. پس نعوذا بالله بگویم که الله به همچنین صحبت گفته و یکی ایره عربا ساخته. مسلما که ثابت ساختیم تال را که بله ایره عربا ساخته و به عجما ایره چی کرده؟ به عجم ایره تلک گردنش به اصطلاح یا تحمیل کرده به زور شمشیر و چماق. این خلاص گپ ماست، خلاص به اصطلاح بگویم لب و لباب برنامه های ماست. حال ما اول میریم سر مسائلی که چی وقایع رخ داده در منطقه و جهان. بعد از او باز میبینیم که آیا امروز چه میکنیم. این ما شما را منتظر میمانم که امروز چه برنامه داریم. آیا همی برنامه تفسیر داریم که قرآن ندافی میکنیم یا کدام موضوع داغ دیگه؟ شما انتظار باشین، خوب است. با اظهار سپاس از فرد شما و تعدادتان در این برنامه که ما دیدم واقعا زیاد شده. یکی ما افتخار میکنم بر شما. خب سر تعداد هم اکثرا ما گپ نمیزنیم، سر کیفیت گپ میزنیم نه سر کمیت، ولی باز هم تعدادی که شما هم کیفیت داشته باشه و کمیت داشته باشه برای ما بسیار ضرور است و ما سر شما افتخار میکنیم. بیاین یک حرکت بکنین، یک حرکت بکنین، ما هم از این حالت بکشین و شما هم به اصطلاح بگویم امور رسالت تاریخی خود به جا بیارین. مسئولیت شما هم هست. در رابطه با وقایع تاریخی با چطورکایی اگه بگویم که پرداخت مالیات طبقه متوسط از طرف رئیس منتخب یا کاندیداتور امریکا که خانم هریس است میگه من زیاد کوشش میکنم که مالیات پایین بیارم. ترامپ میره که نه، میگه من سرمایه‌دارا رو باید زیادتر تقویت بکنم که در پناه از او چیز شوم، انسان های دیگه نان بخوره. این دو تضادی هست که سرنوشت افغانستان هم تا جایی ره توأم با سرنوشت اوکراین و روسیه به همین انتخابات امریکا ارتباط داره و من هم لازم دیدم که همین موضوع را اولیت بتم که یعنی شما منتظر باشین که انتخابات امریکا برد و باخت از کی میشه و بالاخره باز ما میبینیم که روابط حکومت نو یا جدید ایالات متحده امریکا با طالبان به چه قرار است. حالا خب فعلا یکی دیگه خودم علامت میکنه و میگه تو طالب آوردی این میگه تو ترامپ همیشه جو بایدن و مثلا اوباما و اینا را متهم میسازه، بوش و مثلا کلینتون که حتی از اون زمان میگه آغاز شده بود و اونا میگن نه خودت از گرفت آوردیشون به امرایش مذاکره کردی بسار. حالا باز میگه خب وقتی که این کار شد باز کشیدنشی، من که اینا را گفتم خواره کی کشید
ترامپ میگه خب شما قوال آواز کشیدین و ناجوانی کار باید نمیکردین، افغانستان رو رها کردین به طالبا. خب شما میبودین اگر وامی بدن خب ما قرارداد کرده بودیم که شما رو نمیکشه. ترامپ یک قرارداد با طالبا کرده بود که حتی گفت که من که برادر گپ زدم که ما را دیگه نکنید و خوصه دیگه نمیکشیم. اینه ببینین مثلا سر عزیز که بازم مهم سر جهاد اسلامی. جهاد اسلامی آیا مقدس بود یا نبود؟ در جهاد اسلامی کفار را نمیکشم، اما مسلمان های داخل افغانستان را میکشم. قراردادشون بود، دیدین شما. اونمون رو باز برای عروس خانم عروس میرسن میکشه رخ بایدن که من خواهی کار آرام کردم. واقعا ترامپ کارایی کرد که طالبا را چی میگن به اصطلاح بگن افسار ساخت. کلان گپ بود. ولی حالا ما فعلا به این نتیجه نرسیدیم که در آینده این حکومت های کاندیداتور چه میکنه. ما منتظر میمانیم و این مسئله مستقیما ارتباط میگیره به جنگ سوریه و اسرائیل، به جنگ اوکراین و روسیه و منطقه کشمکش پاکستان. یعنی که ما سرنخ همیشه از امریکا به دست آوردیم، چی در خونریزی و بربادی بوده باشه و یا چی به اصطلاح گویا در صلح موقت دائمی که نه برای ابد، همیشه صلح نبوده. به خاطر آرایش خود و طرفدارای خود موقتا صلح کرده. وقتی که دمشان راست شده در اون صلح با شروع کرده به جنگ. مثل که ما در غزه و اسرائیل هم میبینیم که چندی دفعه در افغانستان ما دیدیم قرآن هم کردن، سر قرآن پای ماندن اشرار. این خلاص مطلب بود که ما باید به انتظار ازی بوده باشیم، یعنی منتظر ازی بوده باشیم که سرنوشت امریکا چی میشه و بستگی داره سرنوشت منطقه و جهان تا جایی را به وضع سیاسی و نظامی امریکا. آتش افروزی ایران در جنگ روسیه بسیار مهم است. حالا سر و صداست که ایران مستقیما با روسیه با پوتین کمک میکنه و تا اوکراین به خاک یکسان کنه. برد و باخت شما قدر دور نبود در چند روز پیش، ولی حال باز هم نزدیک است که صلح کنه و حتی تبادله و سرایش هم صورت گرفت. این کار خوب بود و اگر صلح شود و ما گپ پیشتر ما بازم تکرار میکنم که صلح موقتی. آقای پوتین، آقای چترکایی که او را یک دوست ما آقای زیر پیران پوش میگه، آقای محیط یک سیاستمدار ایرانی ماست که برنامه داره، بسیار آدم آگاهو، میگه که همین دوست زیر پیرانی پوش ما. خب به هر حال این صلح موقت جایی رو نمیگیره. من خبر شما میگیم که من دین خود ادا میکنم که من از افغانستان تجربه دارم، آقای پوتین و آقای فلانی، که شما به این دل بسته نکنین که اگر صلح شود صلح موقت میباشه. امریکا وقتی که باز دوباره نفس گرفت یا اوکراین و همچنان طرفدارای پوتین باز هم اگر نفسشون راحت شد، یک کمی آرام شدن، یک خود آرایش کردن، دوباره با جنگ شروع میشه. گپ بنیادی سر باغ برد و باخت است. شما با آقای پوتین دولت اوکراین به رسمیت میشناسین، باید آنو نبوید. خب اگر میشناسین با آیا ای میشه به ناتو بتونه بپیونده که شما مخالفتش میکنین؟ باز دیگه ای که او سرزمینایی که طرف هر دو جانب اشغال شده و خود کشته ها را خود نمیتونیم زنده بکنیم، این پس مسترد میکنین، اسیرها را خود تا جایی را کردین، تشکر، کار خوب بود. خب اینی مسائله که شما اول مسئله فایتن نکنین که چقدر برداشت دارین، چقدر حوصله‌مندی دارین که اینی کارا را اینی گذشته کرده میتونین در مقابل یک دیگر خود. بعد از او با صلح برای شما میتونه پایدار حساب شود یا بی پایه. یعنی زمان صلح خود شما میتونین تعیین کنین که شما چقدر به حرفهای خود وفادار هستین با ملت‌های خود. درست؟
و اگر نه که اوکراین، رئیس جمهور اوکراین و پوتین با هم مخالفت داشته باشند تا آخر، خب این صلح موقتی باز جای هم نمیگیره. ولی گیران سعی کده ایلیاف بیمار پای خود دراز کرده. ایران در این پلاف بیمار که بسیار خطرناک است و از هر طرف سرش حمله شده و میشه، و من زوال ایران، آخوند ایران دور نمیبینم دوستای عزیز. شاید پیشگویی من نتیجه خوب نته و یا اشتباه گفته باشم، اما من تا جایی که وضع جهان و منطقه را میبینم زوال ایران و قدر طول نمیکشه. بله مردم بسیار آگاه شدن و امروز هم ما دیدیم که دومین سال خانم منسا که به قتل رسید، یعنی او جان باخت و مردانه خیز گفت که من این حجاب سیاهی نگینه نمی پوشم و در میتم. منسا امینی، درود بی، درود و صلوات بی خانم دلیر. اینی نهضتش روز به روز در ایران و بیرون از ایران شکل میگیره. بین زنا و مردا هم باید شانه بتن. مردا دیگه چی میکنه که بگن که آزادی برای زن است، برای مرد نیست، برای مرد خراب بشینه. ولی تا جایره نقش مردا و برادر عزیزم در اینجا خوب است و من آرزو دارم که نقش زنا زودتر بهتر و بیشتر شود با خانمای خوارا و دخترها و خانمای عزیز خود، که اینا تنها نباشن و به همین شکل ایران میتونه از پا در بیاد. و باز به اصلاح طالب میاییم که آیا نابودی ایران سر اصلاح طالب در افغانستان تاثیر میکنه؟ بله مستقیما میکنه. میگه سایه بزن که صاحبش پند بگیره. معذرت میخوایم، خب این را شما شنیدین، عین کار است. ایران بزن که تا طالب پند بگیره. چرا با هم ظاهرا یک سکه و دروی هستند، دروی ننگین. با تمام اختلافاتشان اعتقادیشان که یکی دیگه خود مشرک و کافر و ملحد و رافضی و چوچی میدانن، سلفی و رافضی میدانن و جنگ علیهشان یک دیگر اعلان کردن و یک دیگه خدا میکشن و حتی طالب اعلان کرد که ما شیعه رو نمیمانم. شما شنیدین. با این اختلافات چی مسئله دیگه هست بین ایران و طالب، بین آخوندی طالب که با هم نزدیک هستند؟ خب منافع شخصیشان است که در اینجا هر دوی عزیز تلاش عزیز داره که امریکا سر ماها مسلط نشه. ولی امریکا اگر یا ملت ایران، امریکا رو نمیگم، ملت ایران سر آخوند پیروز شود، تاثیر در افسار شدن طالب مثبت می باشه، زیاد می باشه. ای هم افسار میشه. افسار شدن به این معنا که تن میته به آزادی زنان، تن میته به حقوق تعلیم، تربیه و یک سلسله خود با نرم‌های ملی و بین‌المللی و یا قوانین بین‌المللی عیار میسازه که تا نساخته. حالا خب بسیار با خشونت پیش میره. حرف دیگه که به این ارتباط ما میزنیم که ما بارها گفتیم که تا طالب از بین بردن نشه، قدرت بیرون فعلا در این حالتی که تا دندان مسلحن مشکل است. حالا تا جایی را اتو همه حرفای چندین سال، 2 سال 3 سال قبل ما هم هست که بارها گفتیم، حتی در زمان همو خلق و پرچم گفته بودم که دیدین که دیگه خدا با بالشت و با مشتلقت کشتن و اونمو سبب شد که برباد شدن. خلق و پرچم خود علتش نبود، خب از درون پاشیدن که باز بیرون نتانستن اینا سیاست خود را پیش ببرن. ناکام شدن اینا مردا و خوبم شد که ناکام شدن. شرم بر اینا و درود به دکتر نجیب علیه رحمه که در ایران جان باخت. زیاد تلاش کرد، زیاد تلاش کرد که صلح بیاید، دولت مشترک باشه. به اسلام و کفر دیگرها ما را کار نیست میگه. ای که شما جهاد کردین یا ما هورا گفتیم او تیر شد، حال میم وطن آباد میسازیم. ولی کس گوش نکرد. امریکا مداخله کرد، پاکستان مداخله کرد و بالاخره اینا در زندان کشید و قتل رساند با کمک یک ارامزاده نمک حرام به نام دوستم، جنرال دوستم.
حالا حرفای ما ارتباط میگیره به امی سلسله که نام از دوستم گرفته شد. حالا گروه چپ یا ناراضی های سمت شمال و سمت جنوب و این اشرار در مجموع قانونی و محقق و نمیفهمم احمد و نمیفهمم دوستم و اینا آل نو میخوان که یک وحدت تصنعی را مصنوعی را به وجود بیارن و نمیگن ما وحدت مصنوعی را به وجود میاریم، میگن این دفعه بسیار قائم واعتصموا بحبل الله میگه حالا در اسمان خدا خوب این دست مندازیم، اما نه این اسمان خدا مسکله. واعتصموا بحبل الله را قانونی جان عزیز، این ریسپان دیگه کار نمیته که شما را بسته کنه، زنجیرها شما را بسته کرده نمیتونه. ریسپان خدا هیچ چیزی نیست که واعتصموا بحبل الله شما دست برتازه به این ریسپان. این ریسپان داران سکستان است، تارخام است. او ریسپان قوی نیست. 10 مرتبه که شما یک جای شوین بازم شما قسم خورده هستین جنگ میکنین، مخالفت دارین و مردم زیر پا میشه. بهترش همیست که طالب با شمشیرش با چاقش با کیبلش متوجه باشه که شما را موقعی نده. و امریکا زیادتر متوجه باشه. جهان غرب بر کسی که امروز به اصطلاح دوی آتش چوب مندازه، جهان ما برش عزم میکنه به احترامانه که شما دیگه حمایت از این اشرار نکنین که باز شما هم در بدر میشه، ملت هم در بدر میشه، خون ملت در گردن شما جنایتکارای شرق و غرب خود بود. طالب جنایتکاره که همه میگن مام با تمام این کارهایی که میکنه حفظ کنین و ای را دعوت کنین برای کارهای خوب که روز به روز هم کارهای خوب میکنه. اما مخالفت ما از نظر دینشان خط قرمز از بین من اونها. این دین از اینا را ما خب مشکل ده دینشان از که میزنن. خب بسیار مردم میگه که طالبان میزنن، خب قرآن میزنه، اصلا قرآن امر میکنه که بزنه. کی ملامت است؟ دین ملامت است. دین اسلام ننگین و خونین به اینا میگه بزن. بسیاری میگه کی گفته؟ وقتلوهم حیث ثقفتموهم، بکشین تا زمانی که جنگ قطع شود. مخالفت ها در برابر محمد میگه او وقت مخالفت داشت، مخالفین داشت، حالا دارن. و قاتلوا فی سبیل الله، بکشید در راه خدا. خدا چه منفعت داره ننگوشن برین در مطور یک خدا که ملت بندهایش کشته شد و خودش لذت ببره، خودش با قاتلای خود با نمرات کامیابی بده و یا اون را به بهش ببره. شما در برنامه ما قبلا هفته قبل نشونیدین که محسنین و خاسرین دو جناح هستن. حالا پشت سر آیت دیگه امروز میگه که ما خود نمیخوانم یک جای دیگه میریم. امروز نوبت یک برنامه دیگه هست. میگه که ببینین که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون اولئک اصحاب الجنه، نیکوکارات در بهشت میرن و زنها انارپستان عشق و ساتیری میکنن، زیرای درختها سایه، جای جاری، آبهای جاری، حور و غلمان، اینا آرام. ولی کافرات در جهنم میرن. این تقسیم بندی را کی کرده؟ باز کی رفته دیده که یک طرف تاتش باشه یک طرف هم اتر بهشت، اتر آرامش. لعنت در دروگوی که میگه تحقق یافته یا میفه یا خود یافت. لعنت به دروگوی جهان اسلام که امی جنت موعود در حال شما مسلمان های قاتل و جانی و باقی تحقق خود یافت. و یو آتشه که مرا میترسانی من در او خود سوختم هرگز نی. هر بلایی که من سر در اینجا من برنامه میسازم، یک آدم پلان میسازم، میگه سرش بود درست. اما من از جهنم و آتش جهنم نترسان. و شما این کار کردین از سلفتان تا خلفتان و امی دلیل بود که آیین نوبنیاد محمد مایه گرفت. ترس و حراس بود. طالب چرا پیروز داره؟ ترس و حراس در بین خود افکنده. به حدی که یک طالب اگر یک دفعه صدا میکنه که اوه خلکو کل مردم پس میشه. اما سابق در یک توپ تانگ هم پس نمیشدن. اما تو کشتن، اما تو زدن.
میگن که خودش صرفه نمیکنم. این دیکتاتوری طالب و دیکتاتوری قرآن و دیکتاتوری محمد و دیکتاتوری علی و دیکتاتوری نمیفهمم چماقدارای اسلام که گذشتن، خب از این آغاز شده که طالب از این حمایت میکنه و این آل تحقق میخواه ببخشه، پیروی میکنه. بارها گفتیم طالب مسلمان واقعی است که آدم میکشه، داعش مسلمان واقعی است که آدم میکشه. شما میگی نیست. مشکل ما و شما یک تعداد همینجاست. خب وقتی که آل باز این دولت میخواین که یک جای شوه متشکل شوه اشرار، میگه ما میشیم. ای که چقدر باز ماخامی پیدا میکنه کی مرا حمایت میکنه و به جان او. آیا امریکا این کار خود کرد و یا نه، یا فرانسه و شاید فرانسه مثلا. ولی شما منتظر یک رویارویی بین اشرار رانده شده در مجموع که من نام گرفتم با طالبای فعلی بوده باشین. و این یک خبر بد است که امروز این برنامه برای شما میدم. متوجه هستین دوستای عزیز که مسیج ها عجیب و غریب میاد. ما ملت آیندیشه که اگر زودتر درک عالی نداشته باشه، درک عالی نداشته باشه و یا پیدا نکنه و یا نیروهای با هم دوست و مسالمت آمیز، عرض کردم دشمن آشتی پذیر و دشمن آشتی ناپذیر. دشمن آشتی ناپذیر و دشمنان آشتی پذیر و ناپذیر از نظر طبقاتی ما محاسبه میکنیم، نه از نظر رنگ و نو اندازه معذرت میخوایم بینی و اینا. سمت شمال با جنوب مشکل نداره، سرمایه‌دار با غریب مشکل داره، ولو ده سمت شمال باشه سمت جنوب. اونو طبقه بندی رو شما درست بفهمید. شما تو نگوین که نه پشتون یک جای شوه و فارسی زبان دیگه طرف شوه، نمیشه اینطور. در بین پشتون و تاجک و ترکمن و ملت شریف هزاره و اینا ظالم و مظلوم وجود داره. ظالم ها یک طرف شوند، مظلوم ها دیگه طرف. مظلوم ها زیاد هستند، ظالم ها را از بین بردن میتونن بسیار بسادگی، اما با شرطی که این نقطه را درک کنن که دشمن آشتی ناپذیر ما کی است. دشمن آشتی ناپذیرشون دشمن طبقاتیشون است، نه دشمن لسانیشون، نه دشمن قومیشون، نه نژادیشون، حتی نه مذهبیشون، شیعه باشه و سنی. من پیشتر یکی از برنامه ها که جای تیم فوتبال فکر میکنم افغانستان پیروز شده بود، کسایی در اونجا بیرق افغانستان شور میدن که از ملیت های شریف و نجیب هزاره ما بوده، شیعه ما بوده. همین چیخ میدادن که افغانستان افغانستان. ببینین وحدت حفظ است، ولی در اینجا مراقبت کار داره که چطور این وحدت ما بتانیم درست حفاظت کنیم از مصائب، از گزندهای بیرونی و درونی نگاه بکنیم و خود ما هم فکر کنیم که ما انسان هستیم، نه پشتون و نه هزاره باشیم ولی انسان. حالا مسئله زبان هم بسیار زود داغ شده که مسئله دین جنگی خوب بود، قوم جنگی خوب بود، حالا زبان جنگی شروع شده. لعنت به اینا. کلان مردم من با گلای سر جیب نمیفهمم کشفش من در اینجا یکیش از زبان فارسی حمایت میکنه، دیگهش از زبان پشتو و حتی میگه که زمان گجبه پشتو زبان ها اقتدار گوشی در شیر گفته بود و در غیر شیر هم میگه زمان گجبه پشتو در جنت در بهشت جوه ده. و خدای بیر تکرار هم کردیم که موسی خدای سره الله سره پشتو خبری کردی په کوی ترکی لعنت دی په دروغوی وی داسې لعنت دی په تاسو وی چې الله په پښتو پوهېده په داسې سلیق ثقیله ژبه او یا موسی پوهېده
یا در پشتو مسئله وقت مطرح و خود اینمی کلش ما که زود به فارسی برمیگردم. بارها عرض کردیم که اکثریت دوستای عزیز و خردمندای ما چون فارسی را روان میدانن، درک میکنن و پشتو را خوب مشکل است. تقصیر از این هاست نیست، همونطور نگاه داشته شدن و در این زمان پشتو زیاد در بالا بردن سطح زندگیشان نقش برجسته نداشت. به این مانا که اگر در منطقه پشتو زبان می رفتن که باش که پشتو یاد بگیرن، خود چی یاد می گرفتن؟ خب گوچرانی و گوسفندچرانی یاد می گرفتن مثلا. زیادتر خب بادیانشین بودن، ولی اگر می خواستن که مکتب بخوانن خدا کابل باید بیان، در شهرهای مزار و ایراد باید برن که در اونجا زبان اغلبا زبان فارسی مسلط است و اونجا مکاتب هست. این نیاز انسان ها به این بود که فارسی را زودتر و خوبتر یاد بگیره، به خاطر کاریابی خود نقش داشت در جامعه و عالم داره. این نه که ما نفع میکنیم زبان پشتو را، او هم داره و ما میگیم اردویش یاد بگیرین. خوب است؟ بله. خب شیعه کشی در دایکندی بسیار یک خبر ناگوار بود. درود به اینا. عالم نیست. داعش میگه من این عمل از من است. داعش. ولی شیعه عزیز مایی میگه که داعش یا طالب پدر من خود کشتن. میگه پیش ما بی‌تفاوت است چه داعش کشته باشه چه طالب، و راست هم میگن. ولی در مجموع یا در حقیقت داعش و طالب یک سکه و دروی ننگین هستند. صد که بگوید که طالب جداست، داعش جداست و یا در افغانستان نیست و یا طالب بگوید که ما این را محو کردیم، این حرفا گپای به اصطلاح دوستای ما الکیه. روابط عمیق داره، نظر ازی که انما المؤمنون اخوتون که مسلمون هم نیست، یا واعتصموا بحبل الله پیشتر ما را گفتم. اینا اصلا از دایه ننگین اسلام در مجموع مربوط به اردویشان است. یک نمیگه که من یهودی استم، نه، داعش کی گفته؟ میگه من مسلمان پاک هستم. طالب میگه نه، من مسلمان واقعی هستم. حالا در اسلامی بودنشان، یعنی در آدمکشی و در جهالتشان از یکی دیگه خود میخوان سبقت بجوین، یعنی کوشش کنن که پیشی کنن. یکی بگه که من خوب آدم کشی هستم، خوب نیستی، خوب مسلمان هستم دیگه. تمام، تو چی؟ هیچ کس کشته نمیتونی، نتونستی. در دایکندی ها رفتی و اونا را غرض نگرفتی و طالب باز میگه که ما نفرین میکنیم او داعشه که گویا برای من باز به تفاوت از دوستای عزیز. من در مجموع از دایه ننگینشان، در روی دایه ننگینشان که اسلام ننگین و خونین است، از او گپ میزنم که اینجا باید حرف زده شود. تا اینا خل صلاح نشن دیگه چاره ما نداریم. صلاحشون همین دینشان است، قرآنشان است. قرآنشان به ابطال بکشون، والله دیگه یک گپ شود. قطعا دیگه گپ نمیشنه. خب ما ثابت می‌کنیم که کشتار در قرآن حرام و ساختگی به خاطر منفعت. حال ملت ها میگه ما منفعت خود نمیگیریم پشتش و ما پشت منفعت طلبی نمیگردیم. آیا این قرآن که با ما گفته بکشین، ما میگیم نمیکشیم. اینجاست جان گپ. چرا من در این زیادتر توجه دارم در این سا؟ خب بسیارا میگن که پشتون ملامت است، تاجیک ملامت است، نمیفهم پاکستان بود ملامت است، بلا را کل سرگردونم. نه خود ما، عقل ما ملامت است. خب این شیعه کشی که تا جای میرسه، تا کجا میرسه و آیا از این جلوگیری شده میتونه یا نمیتونه، بسیار گپ خطرناکت. ایران اسلامی شیعه انما المؤمنون اخوتون است، نه؟
و اشرار قشر شهر هم در اونجا جای داد و علیه شوروی جنگید. درست؟ حال بنام افغان که باشه نمیگه برش کار بتین، نه خانه بتین، نه کرایه، هیچ چیز. حال میگن در نانوایی ها چماقدار، پلیس چماقدار چیز آخوند استاد است که اگر یک افغان بیچاره میره نان میگیره، نان نمیمانه که بخره. بالاتر از این شما چی میخواین از مکه ای دینم از پادر نبیارم؟ دینمو دین از اسلام است نه؟ میگه شیعه که من مسلمان نیستم نه، میگه افغان که من مسلمان نیستم نه، میگه ایرانی که من مسلمان نیستم نه، نمیگه نه از دویشون. ولی آیا این دینشان، این قرآنشان به اینا همونطوری یک امر میکنه که میگن والا همسایه را بسیار قرآن دوست داره، به همسایه نیکی کو، به دوستان نیکی کو، خیر برسان، خدمت بکو، کل جفند است. دروغ میگه قرآن. لعنت خالق ما بر این باد. بر امین نویسنده های قرآن منظورم است که همونطوری یک چیزی رو نوشته کردن و قابل تحقیق هم نیست، دروغ هم هست. من دوستان عزیز شما را منتظر ماندم که یک موضوع نوه که از تفسیر قرآن که ما به اوجه رسیدیم این هست، تیار ماندیم ولی ما از این تیر میشیم، قرآن خود باز میکنیم. در قرآن ما که حقایق تلخ یا قرآن روی زمین است بسیار جانانه چاپ شده واقعا که ما بسیار خوش هستم و این در مید 3-4 روز 5 روز با دوستای عزیز من که در واتساپ به همراه من شریک بودن، و دوستی که برای من پی دی اف از این روان کرد و من بسیار ساده این کلیک کردم و دوستای خود که در واتساپ با ما بودن فرستادم. تشکر کردن و ما میگیم قابل تشکر نیست، این وظیفه این است روشنگری مفترایگان. و سابق این کتاب میفرستم در پوستا، پیسهشم $45-50 خودم میدادم. حالا میتونم که بخواه اونجا هست یک چند تا، ولی بهترش همیست که شما کوشش کنین که این نمره 778-222-26C که اب نمره ما هست از واتساپ ما، این را در نمره خود اد کنین، با ما خدا وصل بسازین که ما به شما این را به یک کلک لینک از این کتاب خود، کل کتاب خود 600 صفحه را برای شما روان کرده بتانم. بسیار راحت میشه. اما این کار آخر نیست. کار اخیر ما که مرا فارغ بال میسازه، مرا مرخص میسازه دیگه از بسیار گپای اضافی و شاید هم فارغ بال باید بسازه که من اقلا یک چند روز تفریح کنم، یک چند روز جایی برم که همین کار ما هست، پلان ما هست. او ایست که کار ما در پی دی اف زیر کار است. پلان ما که ما در پی دی اف سایت داشته باشم به نام روشنگر، امان کیوان روشنگر یا امان کیوان www.amankaiwan.com یا یک سایت دیگه که باز میشه، پول داده میشه، پولش من میتونم به امو مؤسسه یا به امو کمپانی، به امو جایی که برای ما سایت از اونجا خریداری میشه و امی پی دی اف ما اونجا میره و از اونجا با ما در برنامه های آینده امید زودتر برای شما ابلاغ کنم که برین www فلانی فلانی لبلبلب بزنین و باز کنین کتاب بخوانین در مکه، در مدینه، در عربستان، در شوروی، در امریکا، در جرمنی، در تمام دنیا بخوانین و دشمن دستش آزاد هر چی که اعلان میکنه که چقدر جایزه میمانه بر سر ما یا چقدر چی میکنه یا روشنگران چقدر به پای ساد میشن، دست جستجوی ما مفتن که دنیا باید بسیج شوه دیگه، ما باید از این ظلمت خلاص شویم. قدم آخریم است که از 2 هفته نباید زیادتر دوام کنه، زیاد وقت شد. بالاخره ما وقتی به این مرحله که آخرین مرحله نه بلکه یک پای دیگه مانده ما در اینجا رسیدیم، این جای افتخارم است. کلان کار شده. من دوستا برای من می نوشتن میگن درود بر شما آقای کیوان با این کارهای، با این حوصله‌مندی شما. خود راست میگن این کار ساده نبوده و ما در اونجا نوشته کردیم 40 سال اندیشه و 20 سال پشت کار.
خب حالا میایم راجع به قضیه که ما موضوع امروز ما چیست. دوستان عزیز بسیار گذرا شما خبر دارین که ما در آستانه مولود میلاد، یعنی پیامبر اسلام یا بنیانگذار اسلام یا حمد بن عبدالله تولد شد. این روز تولدشه، حالا جشن پایکوبی میشه و جشن میشه و ختم قرآن میشه و دعا میشه، حلوا تقسیم میشه، حلوای زرد و اینا. که فکر میکنم غمی امروز هم دوشنبه شاید 100% نمیگم، شاید حالا بگوین که خود خب از مولود هم شما حالا خبر ندارین، راستی هم. به هر حال ما از معتقدینه که به مولود احترام دارم معذرت میخوایم که زیاد گرم به او ما انوال نیستم و نباید من بود، ولی به اونا احترام دارم که روز تجلیل میکنم. ما میخوایم که در خانه خود در این برنامه خود این روز تجلیل کنم. اجازه است؟ بله. شما میگین چرا نه؟ حق دارین. ما میخوایم امی مولود در خانه خود یا در این برنامه امروزی خود تجلیل بکنم. یعنی چه مانا؟ ما داستان تولد این مرده که امروز این مردم سر میکفانن به خاطر خوشیشان که تولد یافته، ما میگیم که آیا این تولدش یک نور بود یا یک تاریکی؟ اگر نور بود، اگر روشنی بود، اگر پیشرفت بود، به کدام استناد بود؟ و اگر ظلمت و تاریکی بود، به کدام استناد بود؟ استناد شما در برنامه خود کردیم و حالا نمیتونیم ما بگویم کلش باید بگویم که به این دلیل بلی، ولی ما نمونه هایش گفتیم، مثال هایش گفتیم و شما باز قضاوت کنین که آیا این آدم اگر میامد خوب بود با می اندیشش که کشت و زد و چشم کشید و سر برید و دین ننگین خدا مسلط ساخت به بالای تعداد یک به ساهای مسلمان و دین یهود و نصارا را زیر سوال گرفت و اینه که ما حال دفاع میکنم که چرا دین سوال او را خوب کرد. و او سوال دیگه دوستان عزیز که جواب میفه به این مانا که هر پدیده نو، پدیده کونه خدا، پدیده نو با وجود میره. دین کونه موسی، دین نو موسی را با وجود می آورد که آورد. دین نو عیسی، دین کونه، دین جدیدتر از او که دین محمد از او را با وجود می آورد و دین محمد دین آینده را با وجود می آورد. ادیان بهایی را مثلا، دین امانه، دین شما را، دین ما دین انسانیت است. این به میان میایه 100%. این ادیان دیگه همه باطل میشن، اما زمان کار داره. از همین خاطر زمان به محمد اجازه داد که اینی کار بکنه و خودشان بسیار تلاش کرد. ما در این قرآن روی زمین خود مرحله به مرحله گفتیم که چطور بنی اسرائیل ناراضی شدن، به پا خیستن، موسی را رد کردن و هارون رد کردن و باز چطور مسیح به وجود آمد، باز مسیح چطور اضافه گویی کرد که من بچه خداستم، با زور سر بریدن. باز دین از این چطور گسترش پیدا کرد؟ به خاطر از این که اینال دینش به خاطر مظلومیتش بود. یگانه علتی که دین مسیح گسترش یافت یکی به پاکستان کلیساها در برابر انسان ها بود، در مقابل ادیان دیگه بود که بسیار کشتن. اوهو اینقدری که مسیحی ها مخالفین خدا کشت، القاعده نکشتن، داعش نکشتن. این کس کار نکنه. ولی بعد از او که فهمیدن بعد از قرن 6 و 7 که مسیحا گفتن نه والا مسیح خودتو نکرد، ما چرا بده میکنیم؟ میار ظاهرا در کلیسا محبت گپ میزنن و گپ نیستن. ما کتشان هستم میبینم چقدر اینا در درون کینه دارن نسبت به غیر مسیحی، اما ظاهرا میگم ای برادر God bless you، اما کلش تظاهر. عملا من میبینم ولی احترامشون هست، بازم نسبت به دیگه بسیار شرف دارن که اقلا اونا خوشمشیر لچ از نیام میکشه، سرتا میزنه، این خب پت گرفته. این جزئیاتی. ولی ما اگر مولود تجلیل کنیم از کجا باید تجلیل کنیم؟ از قرآن روی زمین خود که در این یمه نوشته کردیم، مقدمه کار آدم و حوا، سلسله آدم و نوح، اینا را من در یک چیز در اینجا دارم که سلسله آدم، طوفان، محمد و آیین ظهور مسیح و آیین
جدیدش محمد و آیین نوبنیادش. باز پسان یک عنوان داره محمد در یتیم بچه در مسند پیغمبری. یعنی این کتاب ما همونطوری که سلسله قرآن محمد ما زیر و زبر کردیم، نوبت به این میرسه بعد از که گپ ما دو سایت برسه باز از این کار میگیره میره همیشه شما خود ببینین. از کارش شروع شده از آدم و هوا در دام شیطان، قرآن و داستان آفرینش، اما این بنا توسط الله نامرئی، حابیل و قابیل فرزندان فساد و فحش آدم، قسمت دوم از آدم تا نوح، سلسله آدم از 6، طوفان مرگبار نوح، قرآن مسلمانان، اما داستان از نوح یهودی ده کپی کرده. کلش ده اینجا است. ظهور ادیان اساطیری و خدایان متعدد آنها ما بنا به ارباب الانواع داشتیم، قرآن میگه این کلش ما باز کردیم آیت با ظهور ادیان توحیدی در 3 مرحله تاریخ. ما گفتم در 3 مرحله تاریخ از ادیان اساطیری به ادیان توحیدی تقلیل یافت و از آستین زردشت بزرگ آغاز شد و به ابراهیم در کنعان و از آستین محمد در عربستان سر کشید ادیان توحیدی. و از این خاطر هم که دین یهود و دین اسلام با هم برادر هستند و اونم ابراهیم او را به وحدانیت دعوت کردن و محمد هم از او پیروی کرد. از این خاطر هم میگه که ما میگه که اسلام قرآن ما بر مبنای تورات، یعنی دین ما دین اسلام بر مبنای دین ابراهیم. ان دین عند الله الاسلام یک بچی و دین ابراهیم میگه که بنیانگذار ماست و حتی میگه که او مسلمان بود، دروغ میگه قرآن. به این صورت او یهودی بسیار مرد بود، به دین خود با آیین خود وفادار ماند تا آخر و کلمه لا اله الا محمد رسول الله را نگفته و محمد هم ندیده، در یک مجلس با محمد نماز نخوانده و دورایش هم زندگیشون فرق داشته و بچه تاریخ بود ناظر. قرآن دروغ میگه متاسفانه. خب این را باز کردیم. حالا میم راجع به رضی که ظهور مسیح و آیین جدیدش این هم عنوان است، ولی ما میریم به این که محمد و آیین نوبودیان است. صفحه 76 باز میکنه. بله صفحه 76 این صفحه 76 و حال ما میخوانیم که در این خلاص مطلب که ما مولود گویا تدلیل کرده باشیم به این شکل. محمد و آیین نوبنیادش ما یک به یک میخوانم خیر است. داستان تولد محمد تا جایی به جهان اسلام ناشناخته نبود، به اسلام ناشناخته نبود و حتی از جزئیات آن هم میدانند که به روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال تازی تولد یافته و آن روز را به نام روز مولود و مولود آن مرد عرب همه ساله تدلیل میدانند. مثل حاله میکنن یعنی بله. اما در رابطه به زندگی آن چوپان بچه و شترچران عرب تبار که مسلمانان عزیز به وی افتخار دارند که ما چوپان بود بله، و ما نیز او را به احترام یاد نموده و هیچ کدام دشمنی شخصی با آن مبارک نداریم، اما عملکردهای خونین او را تاریخ اسلام و تاریخ منطقه در دل خود دارد که از همان آوان چوپانی و دربدری خود و حتی از همان ابتدای تولدش تا مرگ نابهنگامش آن انتقامجویی او را حتی خود قرآن و تاریخ ننگین و خونین اسلام در آن را افشا نموده است. نیز نصرای امروز میدانند. ما نیز خواهیم دانست که اصلا از نظر علمی و منطقی ناشی از همان آوارگی و دربدری آن مرد عقده بدل بود که ما سابق او را با استفاده از تاریخ خود اسلام عزیز به طور خلاصه نقل خواهیم نمود که چگونه آن مرد انتقامجو ای که در زمان کودکی توسط از خود و بیگانه با مشکل مواجه شده بود و منتظر روزی بود که انتقام خود را در تبانی یک قدرت نامرئی آسمانی و در چوکات یک نظام سرکوبگر از دشمنان بگیرد که گرفت. بنابراین مرد عرب در آن راستا تلاش ورزید. آل ما میگه محمد کی بود؟ اینی حرفای مرادی کتاب نقل میکنه هر روز مسلمانای عزیز در روز مولود. چیزی بالاتر از این نداره. هر جایی که برین اینمی حرفه. ما امروز امیر از اینجا برای شما بیان میکنه. شما هم مولود تجلیل کردین دیگه خلاص. یک الوان خوردین، شوری شیرین نخوردین، معذرت میخوایم. خیر.
محمد فرزند عبدالله ابن عبدالمطلب در سال 470 میلادی از مادری به نام آمنه بنت لهب در مکه به دنیا آمد. پدرش قبل تولد پسر قسمت وفات یشور بختنا. الله مهربانش طنز است. الله مهربانش نه تنها آنکه او را از محبت پدری محروم ساخت، بلکه او را از دیدار پدرش نیز به کلی محروم ساخت و او را اصلا به چشم ندید. این دوست خدا بود، پیغمبر خدا الله بود، ولی این تو جزا دادش. از کی گله میکنی؟ از هیچ کس. بلکه او را از پدر محروم کلی محروم ساخت و او را پدر مادر سرپرستی نماند. و بعدا در آیه 6 سوره طلاق قرآن خود سرپرستی همان گونه یتیم بچه های بی پدر و بی مادر طوری بازتاب یافته که اگر مادری نخواهد طفل خود را شیر ندهد، بله که نخواهد شیر بدهد، کدام حرجی برای مادرانشان نیست. خب مادر نداشت، شیرم ندادش، گم نمیتونی نگاه کردم نمیتونم. اینا علی به خاطر بیرون رفت از این که سرپرستی انسانها را خوی مردم میکنه، کودکستان روان میکنه، بسیار احترام اولادای خود از طفلی میکنه، بسیار نوازش میتن. ایده چرا هم تو در بدر مان میگه آیا گفته که فرق نمیکنه اگر مادر شیرم نده، در حالی که مکلفتش هست. خب احیانا این آزادی را بر مادر داد، خوب کرد، ولی ببینه که پسرش در کدام جا رفته، پیش کی رفته. حال پیش آمنه بنت لهب چی شده؟ یعنی آن سرپرستی او را نیز رنگ آسمانی داد تا مورد طعنه دشمنان قرار نگیرد. یتیم بچه در بدر میگرده، خاک بسر میگرده، دست آمنه بنت لهب است و کل مردم هم او رو میگه که او چرا اینا لخو بعد از او باز مردم مثل من همیالم انتقاد مسئله الامی بود که چرا در بدر ساخت. ولی اینجا قرآن گفته که ایره خو ما اراده کردیم، الله اراده کرده. مسیح گفتن، ما گفتیم چرا مسیح کشته شد؟ چرا مسیح خدا کشت رو که من پسر خداستم؟ خو یهودی ها او رو نمیمانه. میگه این اراده خدا بود. میگه پدرش همه تو اراده کرده بود که همه تو بگوه بازو کشته شود. جهالت سیکو از اردو ادیان. پس حلیمه که خود نیز یک دایه بی بضاعت بود، ببخشید بی بضاعت بود، آن طفل نوزاد بی پدر، ما آمنه میگفتم، آمنه مادرش، حلیمه دایش، که اکنون او را به نوع میتوان به مادر دانست، زیر سرپرستی خود گرفت. ولی قرار بود که آن یتیم بچه به حیث پیغمبر اسلام آینده و از بین اعراب جاهل سر بینون کند. پدرش رفت، درست، و همچنان مادرش رفت، سرپرستی او را کی گرفت؟ حلیمه. اینالی داستان مبور قلب مسلمانان شمشیر چم، زیرا به جای آن که او به امت عرب اجترهم نماید و عفو را نسبت به انتقام ترجیح بدهد، جویهای خون را برای به دست آوردن قدرت و منزلت دشمنان خود یاری ساخت. اینمی عقده کشایی بود، عقده کشایی یا عقده گشایی محمد عرب بود که گفت من در طفلی شما آزار دادین، والله اگه باز شما را بانم دیدین که نماند، سر هیچ کس ترحم نکرد. و آیه را ساخت که گویا از خدا از علا بری نازل شده. و او را در دو بخش، روایت مکی که چون بی بضاعت بود، زندگی خوب نبود، امکانات مادی زیاد نداشت، قدرت نظامی ضعیف بود یا هیچ نبود یا کم بود، این آدم چاپلوسی میکنه، قرآنش ایتو نازل گویا میسازه، ایتو رو در اختیار خود گویا نشان میده که بر من نازل شد از طرف علای ما که نکشن کسی را، کل برادر هستن، یهودان برادرای شما، نصاران برادرای شما، لکم دینکم ولی دین، کعبه عزیزی کلش بر شما گفتیم. این آیت مکیست. ولی وقتی که از اینجا فرار میکنه که مسلمان های را هجرت میگن، در مدینه با شمشیر میکشه، میگه حالی که شما کار دارم. آیات قرآن باز اونجا بگی که همین خدای مهربان در مدینه بسیار مهربان و همین خدای مهربان در مکه در مکه مهربان و در مدینه هم تو آدم کش. شما قبول میکنید که خدا دو چهره داشته باشه؟ بله، 7 چهره هم داشته باشه، 12 چهره هم داشته باشه که ما میفهم چهره های خدای ننگینه.
شما هم میفهمین تو چی را بدل میکنه در هر جای. یک جای یک شمشیرکشش میگه که اینما المؤمنون اخوتون، یک جای دیگه میگن نمیکشم. یک جای میگه همسایه را دوست دارم، دیگه جای خانه همسایه میره دوزی میکنن، او را میکشن. این کلش. حالا شما میگین که یا بیا وطندار کافر، این خو گناه مسلمان نیست، گناه اسلام نیست. اسلام ما قرآن ما خواهی تو نگفتن نه او تو نیست. خط سرخ فاصل بین دوست و دشمن از نگاه طبقاتی که رنگ مذهبی را برای خود گرفته در قرآن شما بازتاب یافته. به همه حال بالاخره محمد از بخت صلی الله علیه و سلم ما نوشته میکنن که نگوین کتاب رو بیت رو بکنیم. خب این مسلمان جان کتاب اگر به دست آوردی در نتی یک حرامزاده که بازم یاد میکنم خوب است، تو یک پرچمدار بسیار آدم بسیار عجیب و غریب، نمیخوایم بگم ولی نامش از معروف که در تلویزیون بهارم همیشه یک چند برنامه داره، خانوما زیبا اونجا برنامه داره، باز اون جمعه داخل میشه که شما را به خالق یک تای نمیفهم زیبا آفرین می سپارم، $50 هم برای شما روان نمیگه $50 پیسه هم برای شما روان میکنم. به دخترها میگه که لاکتان برای روان کردم، رسید یا نرسید. این پرچمدار جنایتکار به نام پوپل است، کابلزاد تخلص میکنم، او را خانزاد گفتیم در برنامه های خود. خب متوجه هستیم. گپ در اینجا گپ سرازی برآمد که بعلها ما حساس در رشد جسمی خود رسال نیاز شدیدی برای رشد فکری داشت. نه تنها که در کجا گپ یاد شد من اساسگارش خود پر تنها مرحله حساس مبارک گذار، بلکه او را جیرخوار عموی خود عبدالطالب ساخت. این مادرش آمنه نیست که تنها با مدت کوتاهی در آغوش او بود. ما مثلا سر دولت سرکوبگر گپ میزدیم که از مکه محمد میره به مدینه و دولت سرکوبگر ایجاد میکنه به خاطر خود رشد فکری و جسمی داشت. به هر حال اینا میگه که ما نوشته کردیم که روزای از تاریخ اسلام نوشته کردیم بردا یتیم و تربیت آن مبارک گذاشت، بلکه او را جیب خار عموی خود عبدالمطلب ساخت. یعنی نه تنها این که آن عوامل جوانب منفی را بر رشد شخصیت و تربیت آن مبارک گذاشت. چقدر تاثیر میکنه در رشد فکری یک انسان در وقت نوجوانی یا سوارت. طبعا و چطور باز انتخاب، اما این کلش علمی هست، روانشناسی شما میفهمید. بلکه او را با عموی کافرش کاکای کافرش عبدالمطلب مسپاره. هم مادرم میگن از پیشش علاجان، هم خواب پدرم میگن، هم دایه دیگه علیمه میگن و ایره دیگه نگاه کردن نمیتونم، دیوانه است چه بلاست، چه بلایی سر من نزنه، ایره باز بالاخره به عبدالمطلب مسپاره. کل بیوفایی از کیست؟ از خداست. سر پیغمبرش سر ما دیگه چی رحم میکنه؟ تا آخرین روزهای زندگی یتیم بچه خود ایمان نآورد، همین عبدالمطلب ایمان هم نآوردارش و همان گونه اله خود را با الله تازه واردی که محمد تازه با وی ایمان آورده بود بدان الله عوض نکرد. عبدالمطلب اله را در برنامه که برنامه دیروز ما گفتیم که اصلا اله نام الله نام اله بوده که محمد از اله به الله تبدیلش کرد. عبدالمطلب اله خانه میپرستش اله و این مرد تا آخر اله را به الله تبدیل نکرد، عوض نکرد. آفرینش. هر قدر که بعد از خودش برازی گفت یا نگفت یا توصیه کرد، جسمی و روحی نبود و تربیت سالم و وکیل جانب همان الله مهربانش به وی رسیده بود. نتیجه آن جز همان انتقام
جویی و عقده کشایی چیز دیگری نبود و بدان سبب ادعای نبوت نمود. ای ناله، چطور میکشی؟ یک دستاویز باید داشته باش. دوستان عزیز، ما مولود تجلیل میکنیم. یک گپم، یک حرفم خلاف از تاریخ اسلام ننگین شما نمیزنیم. این مراحل سخت که طی میکنه، چی میکنه؟ میره در اونجا میگه دیگه چاره ندارم، میگه میره در غار حرام، میگه با ما نازل شد که بکش. و همه طور اول میگه که نه سازش کو دمکه، باز وقتی که دیدی چاره نمیشه فرار کو کدی و بعد از او با شمشیر وردار. آیت قرآن همی قسم هست و ما ایره نساختیم. ایره محمد از دست الله توسط همکارای قلمی خود 1400 سال یا 402 سال قبل ساخته. این وحی و قرآن، منظور من این نیست، این وحی نیست، این ساخته روی زمین است. نوشتم کردیم حقایق تلخ یا قرآن روی زمین، که کسی مدعی مرا متهم نسازه که ما مدعی شدیم که گویا این قرآن است. وحی شده، ما وحی اعتبار نداره. ما چطور احمق شون که بگوییم که وحی شده؟ به معنی این نوشته کردیم. داستان پس از مرگ آن عرب عقده بدل نیز مملو از کینه و عداوت و ششکشی خود و خلف وی بود که همه چون زاغان گرسنه برای به دست آوردن قدرت و خلافت و سلطنت و امارت بر سر و گردن یکدیگر میکوبیدن. همیشه خلاصه میکنیم که بعد از این بازی دین میآید. این میگه به من نازل شو اقرا بسم ربک الذی، بعد از او باز آیات مکی کاری نمفته، باز آیات مکی به آیات مدنی تبدیل میشه، آیات مدنی با خشونتش پیش میاد، شرنگ شمشیر شنیده میشه، بعد از او میزنه که تا دنیا را خون میگیره و بالاخره یک قده را از بین انسانهای جاهل عرب به حیث مسلمانان متشکل میسازه که فعلا طالب نمایندگی از اونها را به حیث وارثین انبیا میکنن. ننگ و شرم بر آن سلف، ننگ و شرم به این خلفه بد کردارشون. آرزوی من دانش و خرد بر شما عزیزان است که از قید این ادیان ننگین زود بیرون براین. امید است که این تجلیل ما هم جای را خود گرفته باشه که موجب ثواب دنیایی شده باشیم، نه آخرت. ثواب دنیایی ما روشنگری است و روشنگری کرده باشیم که تا جای را کردیم و زیادتر به خود شما ارتباط داره که خود شما دوستای عزیز عمل کنین و اقدام کنین و روز به روز شما متشکل میشین. میبینین آن دیگه تبلیغ من، حرفای من و قدر جای داره ولی عمل رو میبینی. این برنامه را که به شما میبینید میگه امان والا آفرین ما یک قدر خوب گفتی خانه تا بعد، ولی ما خود دیدیم عملا هم یا حال میبینیم. راست میگی. درود بر شما دوستای عزیز.